بودند در شهر دوشنبه مهمانی افتخاری سابق فوتبالبازی دسته منتخب نیگریا و بازیگری شیناس است. هیئت اولیه هر دسته را من بعد از چند لحظه با پورگی برای شما شناس خواهم کرد. کلونی 3-0 از دسته روشن در سفر مغلوب شده بودند و با پیروزی جنبست کند. آنها در خانه خود 2-1 آغاز می‌گردد این ورزشگاه. طور می‌دانید مکانی بازی‌های خانگی دسته کوکتوش در موسمی مذکور مثلا در ابتدای آن قبول شده است. بازی خواهد کرد. هجوم بسیار خوبی رو با شک فوتبالبازی دسته استرافشان می‌بینیم و در این حالت دروازه‌بان مشکلاتی کوکتوش رو در بازی امروز و عموما در ابتدای موسم کنونی بنیاد امکانیتی خوب بود و چگونه اینجا فرصت هجوم فوتبالبازی دسته استرافشان مهمانان تشبث رو به دست می‌گیرند. وضعیت خطرناک است. اینجا آفساید با قید گرفته می‌شود در لحظه. خب هجوم خطرناک اکنون با اشتراک فوتبالبازی دسته کوکتوش و چگونه حالت با وجود میآید. کمی با این ترتیب 4 فوتبالبازی این دسته عوض شدند. حالا یک امکانیتی بسیار هم خوب و ضربه که از مسافه دور به خط حمله میروند. فرصتی بسیار هم خوب است. پس هم بسیار موفق اجرا شد. وضعیت خطرناک ضربه و دروازه‌بان برگردوند در همون حالسازی. توقعی لباسی بازیکنی با پورگی جریان دارند. اینجا وضعیت خطرناک با وجود آمده ایستاده است و فرصتی که از دست میرود در این حال کسبیت و درجه فوتبالبازی استقلال البته فرق کننده است. اینجا یک ضربه دیگر از سوی بازیگری دسته استرافشان از بین دفاعگران. اینجا پاسی بسیار خوبه به سمت بک دودو. ارسالی نوبتی توپ و چگونه شانس پیدا شده ایستاده است برای فوتبالباز و امکانیتی که پیدا می شود. ضربه از مسافه دور عباس اندله تاریخی رقابت‌های بین خودی این دو دسته را به اعتبار بگیریم. اینجا امکانیت نوبتی برای دسته کوکتوش و چگونه وضعیت خطرناک است. 3 رقابت دیگر مساوی جنبست شدند. فرصتی بسیار عالی ضربه و گل. اینک سلسله هجوم‌های خطرناکی دسته استرافشان نتیجه داد و آنها از این گل و گویم بسیار زیبا استقبالی آن از سوی مخلصان صورت میگیرد. توجه کنید به حرکت بسیار خوبی ایلهام براتوف در همین لحظه که چگونه زیبا پاس میدهد. خوب اشتراک خودی جمشید حسنов رو هم در از وضعیت استانداردی ارسال توپ رو میبینیم. پرتافت توپ صورت میگیرد و باز یک امکانیت دیگر اینجا شما دیده ایستاده ایم. محمد سلامزاده ضربه میزند و بسیار بلند و برای ایلهام براتوف و در همین لحظه دوستان گرامی داور صدای اشتراکی خود را بلند میکند و این معنای انجام رقابت امروزه را دارد. دسته استرافشان جالب و دیدنی بود در مجموع از هر دو طرف چون یک بازی بسیار زیبا و هجومکار را دسته ها پیشنهادی ما و شما کردند.